سلام و درود، من ماهان هستم. خوشم به چنل برادر آرمی. آقا امروز اومدیم با ادامه قسمت لگو فورتنایت. دفعه قبلی ما این همونجوری که میبینید این خونه ها رو ساختیم، این تخت خوابا رو ساختیم و این جور چیزا برای جعبه ها بود که من گفتم برای این قسمت قراره که با برادرم بیام بازی کنم، ولی متاسفانه چون نمیشه دو نفر توی پلی استیشن بازی کرد و لپتاپ من به مشکل خورده نمیتونم ادامه بدم، متاسفانه من مجبور شدم تک نفره بیام. لطفا بابت این موضوع ما رو ببخشید. و همونجوری که گفتم ما قراره که به جای که با داداشم بیام تنهایی میام، ولی ادونچرمون رو قراره با هم دیگه بریم، من و شما. پس اگه آماده با کودن لایک و ساب بریم شروع کنیم. اینم که الان با ما داره میاد و آره این با ما میاد، بله با ما میاد و میخوایم که بریم شروع کنیم ادونچر عزیزمون رو. ما الان تبر داریم، خوردنی داریم، گوشت داریم و شمشیر هم داریم. اصلا مهمتر سپرم در داشته باشیم که حالا نیستش. خب بزن بریم ما از این ور میریم، بریم به چی میرسیم، بریم چی به چی هست و چی قراره جلومون باشه. چون ببینم ما همین وری مستقیم میریم ببینیم به چی میرسیم. آیا به قاری چیزی میرسیم یا نه اصلا به قرار نیست چیزی برسیم. و خب خوردنیامون فعلا نیاز نیست آنچنان. گرگ وحشی یا اول فاز این چیه؟ این چی گفتی؟ خورد دیدی؟ تو چی هستی دیگه؟ بچه هرچی هست با این نمیشه جنگید الان. وایسا فرار کن، از این فرار کن. نه فرار کن، بیا یاره بیا. با اون نمیشه جنگی، با این بازی نکن. دقیقا مثل چیزای دیگه با این بازی نکن. یه خونه خرابه میبینم. برجکه؟ اوکی برجکه. کس دنبالمونه؟ ایناش اینجا هم یکی هست. اینو ببینیم چی. اوکی ببینیم اینجا چی داریم دقیقا. اینو بزن یه لحظه داشت. اروه TNT. صدای گرگ میاد خودش نیست. اوکی نشد. گوشش مال من، اینم مال من. بریم ببینیم خونه رو میشه بیشتر چیزی پیدا کرد یا خیر. این هم هست. این چیه؟ این که پشم 100%. اینم که پامکینه. کرد رو نمیدونم معنیش چیه. کرد نمیدونم چیه. هرچه به شبیه تنابی. خب بریم سراغ این برجکه رو ببینیم چیه. اینم بگیریم. ببینیم بالای برجکه چی می باشد. بریم بالا. نمیشه تا اونجا را. این خراب میشه. ولش کن نمیخواد حروم کنم. گرگه بیاده و بزنیم. بیا این بر. اوکی این هم برداشتیم زدیم آدمش کردیم. ماهان آدم کن.
بذار بریم سمت صحرا. من دوستم ببینم غارش چه شکلیه، چون من تو یوتیوبرای دیگه دیدم داشت میخورد بچه‌ام. دقت کرد دهنشو داشت کن. بقیه یوتیوبرها رو دیدم رفتن غار پیدا کردن، ولی من غاری پیدا نکردم. حالا اون غاره یا نه، بذار ببینیم غاره اون. بزن ببینیم چیه. اون گشنمونه. پرش کنم. اگه نگاه کنیم بالا سمت چرخ تصویر غذام داره پر میشه. حالا ببینیم چی در مسیرمون قرار گرفته. بودو بریم. من سعی میکنم مسیر مستقیم برم که گم نکنم مسیرم. ای گاو، برای اولین بار فکر کنم دارم گاو میبینم. چشاش اینجوریه. ای غار میشه رفتوش؟ بچه ها غار پیدا کردن، چه عجب. ادونچرمون کامل شد، غارم پیدا کردیم. اوکی بزن بریم. من نباید مسیر غار رو گم کنم. بله این چیزم گرفتم، یه امتیازم. چیه اومد بیرون؟ اسکلته؟ اوکی بیا اینجا. یاره برو بزنش. بزنیمش. اوکی اینا مال من. فقط من مسیرم رو حفظ باشم. من نمیبینم جلوم رو. اینا هم میشه برداشت. چوبه؟ اوکی. نزن وحشی، برو بزن اونو. بریم ببینیم دیگه چی داره این غار. این سبزه چیه جلومونه؟ ما همین اینا رو نکشتیم. داشت اینا من دارم میزنم. بزنشون. زدمشون. بچه حالا الان فکر کنم چند دقیقه دیگه ما با این مشکل بخوریم. وقتی سلاح هم نمیدونم، حالا من چون این روشنکه یا مدل برده جلوم هم که تصویر روش نقاشی داریم پخش میشه، نمیدونم چقدر جون شمشیرم، ولی میدونم که اگر شما یک جونش وسایلتون کم باشه، مثل شمشیر، تبر، کلنگ، و یه جعبه درست کنی و بذاری تو اون جعبه و بعد از اینکه جعبه رو خراب کنی دوباره فول میشه. ولی من اینجا چون نمیتونم جعبه بسازم، چون چوب با خودم نیاوردم، بله این نمیتونم جعبه بسازم. ولی حالا برای شماهایی که تازه واردید نمیدونید، اینو من گفتم. یه مسیر ساده رو برمیدارم برای حرکت. این چیه؟ اینا رو هم بزنیم. دمیج نمیشه زد بهش. اوکی بریم این بری ببینیم چیه. اومدیم بالا. اوکی باز بریم پایین. نمیخوام زیاد پایین برم. چیه؟ چوبه؟ چون نمیبینم. اون رفتم پایین دیگه. وسیله هم خراب شد. چقدر چیزش غارش تو مخه. اما چجوری برم بالا؟ میشه رفت بالا. اوکی اوکی حالا فعلا غارش در این حد بود و من جونم داره اذیتم میکنه. یه لحظه وایسا. اوکی جونم هم تا یه حدی پر شد. چون بچه ها اینجا یه ذره خطرناکه. من عقب نشینی میکنم. دفعه بعدی اگر تونستم با مهیار میام. اگر تونستم، قول نمیدم که بشه، ولی اگر تونستم با مهیار میام. یارم کجاست؟ تو کلد نمیتونم کاری هم بکنم. های مسیر رو بریم ببینیم به چی میرسیم. حالا به این روستایی چیزی.
یا ابوالفضل ولش کن، من با تو کار ندارم. حالا از شانس هم الان باید بارون بیاد. بودو که الان میزنتمون. مشعلم همراه خودم نیاوردم، یعنی من آیکیوم در این حد نرسید. من اینقدر بد آیکیو هم. چیکار کنم؟ خود سردمه، نمیتونم کار کنم، باید برم دیگه، جاری ندارم. یارم داره میاد. اوکی نور میبینم بچه ها، ببین تا نوره ببینید اون چیه. اون نوره فکر کنم ببینید یه نور مشعلیه، آتیشیه، نمیدونم اون میاد. ببینید اون چیه. بعدش یا ادونچرمون تمام میشه یا اینکه میریم ادامه میدیم. تو آبی میتونم برم. اوکی اسکلتو هم که چیز کردن اومدن سراغمون. چی داشت پرد میگه؟ سنگ پرد کرد پشما. چی شد؟ بابا بابا وحشی. عجب وحشیایی هن. تو اومدی؟ کوچولو کوچولو. بچه من استاپ کنم الان میام یه لحظه بچه. من اون چیزا جابجا کردم، همون نوریه که چشم میزنه، به خاطر اینکه بتونم وقتی با افراد حرف میزنم مثل این بتونم چیز کنم. با هم نمیشه چیز که بتونم یا میخوام بیلدی چیزی کنم بتونم ازش استفاده کنم. حالا الان نقشه‌مون چیه؟ نقشه‌مون اینه که من یادم بیاد مشعل چجوری میشه درست کرد، با خودم مشعل ببرم. حالا چجوری میشون مشعل درست کرد رو یادم نیست. مشعل اینه هاست. تورچ میخوایم و یعنی تورچ وود میخوایم و واینز رو هم ریشه میشد، برگ میشد. برگ که نه ریشه. ولی ببینه از اینا در میاد. بله از اینا هم در میاد. بس ما اینا رو بزنیم. چوبم که داریم. اوکی و حالمون عالی. چون من کلا یه تورچ خواهم از همون مراقبت میکنه خانومی. اوکی اینا هم بزنیم. کور نمیخوان. یه چوب نه چوب بزن. بکنم افتاد دستم نمیدونم. یه چند تا استابری هم جمع کنیم. کدو هم جمع کنیم. خب الان که بارون رفت باید بتونیم سریع بریم خودمون رو آماده کنیم برای حرکت. ماهن چه جنگی میره پایین، انگار مسابقه داره. خب من یه مشعل درست کنم که رفت. همون یه دونه کافیه. خب بزن بریم به دریا. Let's go. من یه چه خوراکی هم بردارم تو را، چون گرسنه‌ام میشه دیگه. من خیلی شکمو هستم و نیازم میشه. ما باید همین مسیری که باید رو برویم. خوردنی کم است اما هست، ولی کم است و باید به اندازه کافی برداشت. همینقدر فکر کنم کافیمون بشه. حالا بریم مستقیم ببینیم به چی میرسیم. بچه من تا اونجایی که یادم میاد از بغل ما یه جا دیگه اسپان شدیم. بذار اینم بچه ما از این و نرفتیم. یه بغلمون یه دیو بود. بگم از همونجا رد شدیم بابا. این هم که گیرن. بله ما از همین ور رفتیم احتمالا، چون همین گرگه بودش که زدیم کشتیمش.
حالا اینا دوباره اسپام میشن، نمیشه کارش کرد. حالا ما ببینیم و لوتمون رو پیدا میکنیم یا اگر پیدا نکردیم که نکردیم دیگه، نمیشه کارش کرد. ولی اگه پیدا کردیم که خب پیدا کردیم. اینا همون جایی بود که گفتم ولش کن نمیخواد. یه گوشت هم برداریم. نداری وسیله جنگی، اشکال نداره. نزنش خانومی، بذار بریم. بیا ولش کن. ولش کن یاره، بیا ولش کن، مهم نیست. من هم وسیله ندارم، بذار بریم برسیم ور میداریم اون موقع. الان خب بریم ببینیم بچه فکر کنم اون نوری که میبینی فکر کنم لوت ما احتمالاً، اگه درست بگم لوت ما. بریم ببینیم میشه برش داشت یا خیر. بریم ببینیم چی میشه. چه آب و هوای خوشگلی هم هست دیگه. فکر نمی‌کنم مشعل نیازمون باشه وسط روز و همین پیاده راحتیم. بریم چی میشه. نمیدونم اسب میشه گیر آورد توی توی لگو فورتنایت. حتما بهم بگی من بدونم. فکر نمی‌کنم اسب بشه گیر آورد. همین گاوه. ولی چنم بچه مزرعه با گاو نمیشه درست کرد، به خاطر اینکه بعد مدت دی اسپام میشن. نمیشه مزرعه درست کرد. فقط مزرعه میوه مثلا استرابری یا مثلا کدویی همچین چیزی میشه درست کردش. حالا اگر میدونید میشه یا نه رو حتما بهم بگید و منم متشکر میشم از این موضوع. اومدی داری میای؟ داره میاد خانومی، داره میاد آخه. و بله به لوتمون هم رسیدیم بچه. همونجوری که ما میخواستیم دفعه قبلی بریم استخون ورداریم نمیدونم چه دردم میخوره، همونجوری که گفتم ما باید بریم سراغ اون ور رودخونه. حالا من ببینم بیا دیگه. نزن یه لحظه وحشی. اوکی اینم وسایلم. بیا بریم خانم بیا. حالا من باید یک کمترین چیزی برم اون ور. هیچ راهی هم نیست از اینجا، فکر کنم راحت تر باشه. آها حالا این اومدیم بالا. یامان نه یه لحظه سراغم بچه. اون کمپه یه هم اینجاها بود. آن دیدمش. نمیدونم شما میبینید یا نه. یه دودی داره میاد بالا، همون مسیری که دارم میام. اگر دقت کنید یه دودی داره میاد بالا. بریم اونجا ببینیم آیا کسی هست که به کلن اون عضو شه یا خیر. من همش استایری برمیدارم، نمیدونم چرا. داره میاد یه دختر. آیا اینجا دشمن هست یا یار هست؟ خب دشمنه. اوکی برگرد. فکرم یاره. اوکی خب وایسا الان این کارش میکنم. وایسا چجوری میتونستم اینو باز کنم؟ نه حالا با همین کلنگ میریم حمله میکنیم. اوکی لیتس گو. حمله. نزن. اوکی کشتنش. دختر کشتن. وای یه یار دست دادیم. حالا امیدوارم تو تخت برگرده. من از اینجا فرار میکنم. نخواستمتون. فکر نمی‌کنم اینقدر سخت باشه. بریم یه خونه هم پیدا کنیم راحت تریم. آقا من اولش فکرم میارم بعد دید اومد. خوبی دختر؟ خوبی؟ چطور بود؟ سخت بود؟ یا اینو بگی.
من با دست حمله میکنم، تو یه چی بگی؟ خب هیچی هم نداریم و ما یه پیککس ور میداریم. نمیدونم تو دست همون که نگرانی هم نداره. چقدر چیز میسی جمع کردیم؟ یه خاک برداشتم، یه چند تا از این چیز عجیب. حالا بریم مسیر ببینیم چی میشه. خدا شکر که برگشت، پس مرگ وجود نداره برای اینا. خدا شکر. من فکر کردم میمیره و دیگه بر نمیگرده و ناراحت شدم واقعا براش. و اوه چه جایی. یه خونه میبینم، نمیدونم شما دیدید یا نه. حالا نمیدونم بازم کمپه یا نه، نمیدونم. You are hot. Oh, I am always hot, bro. من هاتمنی هستم، همه دخترها جذبم میشن، من خیلی هاتم. آره بذار دختر بزنتش. نیا دیگه. خب نیا دیگه وحشی. بزنش. نمیخواد بزنش دیگه، ولش کن. ما این برداشتیم. ولش کن. بزن بریم همون تو جنگل راحت‌تر مسیرش. اینجا الان میمیریم از گرما. ولش کن ولش کن ولش کن. غلط کرد. ولش کن. حالا من فکر کنم مسیر برگشت رو یادم موند یا نه. نزنش دیگه. ولش. کسی اینجا نبود که چه الان تعجب اومد. خب ببینیم اینجا چی داره. بله یه جعبه داریم، مشعل داریم. اوکی این چیه رو بابا نه بابا نکن دیگه. زارت مردیم. الان این همه مسیر من دوباره باید برگردم برم. منظورم من بزن بریم به دریا. بزن بریم به دریا. الان چیز خاصی هم از دست ندادم که خیلی بخوام ناراحت بشم براش. این هم دختره اومد. دختره آیناش. بیا چیزا میگم خاصی هم از دست ندادم که بخوام ناراحت شم، ولی خب بهتر بود که از دست ندم. حالا دیگه از دست دادیم مهم نیست. نکن دیگه اذیت. 2 تا خیلی زیاد نیستید. من نمیدونم حالا هرچی که خودتون دوست دارید، ولی زیادی داره احساس میکنم. نه یا دیگه حالا منم نیست کنیم چی نمیگه. حالا من بشنم ببینم کدوم مسیر رو باید میرفتم. مارکم نکردم. باید از اینجا بریم. بریم دوباره وسایلمون رو برداریم. کمپه اسپان شد. من که با این تعداد نمیتونم برم بزنمش. سنگ پرت میکنن باشم. نزنش دختر. بیا بریم. ما باید بریم وسایلمون رو برداریم. یه چیز مهمتر داریم. شاید موقع برگشت این سنگر رو برداشتم برم لهشون کنم، راحت تر احساس میکنم. فکر کنم لوت خوبی هم هست تو اون سنگر. نمیدونم باید بریم ببینیم. حالا فکر میکنم کجا باید میرفتم. این خیلی مهمه. دارم مسیر رو تو ذهنم حفظ میکنم ببینم کجا باید میرفتم. نکن دیگه تا هی در میاد. ولش کن. بیا ولش کن. غلط کرد. بیا. آره آها لوت هم دیدم بچه. نمیدونم شما میبینی یه خط آبی زده بالا. اوکی به همون مستقیم. به خاطر یه مسیر مستقیم میرم که گم نکنم. نزن دیگه تو همه. یه مسیر مستقیم میرم که گم نکنم چیزا. راه برگشت رو که خواستیم برگردیم راحت باشیم. همین مستقیم برو حله. اینجوری بگم. حالا ما باید این همه مسیر رو چقدر راه رفتیم. یه چیز خوراکی هم برداریم. یا حالا یه دونه اصلی خب تاثیر میذاره برای خودش.
از این گوشه ها بریم. چقدر هم چیزشون قوی. از این گوشه بریم، نمیریم. همین مسیر رو مستقیم بریم ببینیم به چی میرسیم. حالا بچه شاید کمرم گرفت بچه، شاید برم اونو ورد دارم چون من نزدیک 40 دقیقه بازی میکنم، ولی حالا یا شاید ادامه میدم یا شاید همینو برمیگردم، حالا نمیدونم. ببینیم برسیم ببینیم به چی میرسیم اون موقع، یا چقدر حس دارم. اگه حس داشتم ادامه میدم، اگه حس نداشتم که خب ادامه نمیدم. حالا بریم ببینیم به چی میرسیم و بس. حالا به نظرت اینه که من الان از بیابون برم یا از جنگل برم؟ نظر خودم اینه که از بیابون فکر کنم کمپی دیده نمیشه، ولی از توی جنگل کم زیاد دیده میشه. حالا مانستر هم فکر کنم تو هر دوتاش به اندازه هست فکر کنم دیده من، یعنی فرقی نمیکنه چه از اون ور برم چه از این ور هست مانستر تو دوتاش. نکن دیگه بابا، نکن، ما رو چخ دادی. اینجا کی بود من اون دفعه زد؟ من نفهمیدم. نخور دیگه تو بزنش. من برم اون دفعه کی بود منو زد؟ من نفهمیدم. خب بچه من یه ذره حس دارم میتونم یه ذره براتون ادامه بدم. همین مسیر مستقیم رو میریم و ببینیم حالا اگر تونستم تا 40 دقیقه من میرم و بعدش خب میرم من موقع برگشتش دیگه خودم میام، شما رو دیگه استوب میکنم و میسپرم به خدای متعال. و اونجا من یه خونه میبینم، امیدوارم کمپ نباشه، یک انسان این آدم باشه توش که بیاریمش به ویلیجمون و اصلا هیچ کسی توش وجود خارجی نداشت. اوکی اینا چیه دقیقاً؟ ویته؟ اوکی ویت بچه معنی گندمه، من نفهمم چیه. من یه چند تا از این ویتا قبلا داشتم ها، چون داره یه کم کم چیزمون هم پر میشه، اینونتوریمون داره پر میشه و این بده چون دیگه نمیتونم ادامه بدم. حالا ما میریم ببینیم به کجا میرسیم. خدا شکر مشعل دارم هرچی هست. به این گوسنده هم نمیگه فقط به ما کرم داری؟ کی بود داشت میدوید اینجوری؟ گرگ بیاد اینجا. گرگ و اینا دمیج میخورن برم سمتش؟ اوکی نه دمیج نمیخورم. اوکی اینقدر واقعیت هم نیست. گاراژ داره پشما. خب اسلیک بزن. کلا نداریم یا داریم؟ داریم. اوکی این چیه سیاه؟ بلاست پاور. من خارجی بیدم. بلاست پاور. اوکی چه باحال. داره گاراژ، یعنی ماشین داره ما تو چیز لگو فورتنایت. اسمال تراوستر نمیدونم چی. خدا رو شکر اگر تو شب توی بیابون بمونیم. خب میخواستم بگم گرم میمونیم که خب نموندیم، ضایع شدم. حالا نه دیگه ولمون کن. دختر داریم میام، من همینجوری دارم میرم. آره داریم میاد. بیا اوکی چقدر خوردنی ما پیدا کردیم. نیایید دیگه. اون بالا چیزی نیست. بزنشون. دختره کجایی؟ مردی؟ کف داره؟
چرا قهوه‌ایه یا نره یا ماده است چیه؟ بچه فکر کنم برگردیم به نفعمونه، چون واقعا الان شبه و اذیت کننده است. من میمونم و وای میسم صبح شه تا اون موقع میریم میاد. بریم بیایم. الان من تصمیم گرفتم که تا صبح نمیشه زیاد بیدارمون و من دارم فرار میکنم از دست گرگا. همونجوری که میبینید واقعا شرایط اسفناکه و من دارم فرار میکنم از این موضوع. هرچی دیدن نمیشه شبوند، باید یه جوری فرار میکردم و نمیدونم تا صبح بتونم دووم بیارم یا نه. حالا یه جوری زور میزنیم ببینیم چی میشه. هیچ ویلیجی هم پیدا نکردم که خودم بتونم بابا نه یا هیچ ویلیجی هم پیدا نکردم که بخوام به خودم دعوتش کنم. حالا نمیدونم باید چی کار کنم. از زمین در اومد باشما. حالا چرا اینقدر اسکلت اینجاست؟ مگه مانکرفته؟ نکن دیگه، نکن آقا. هیچ ویلیجی یعنی وجود نداره؟ همش که کمپ بود. دختره داره میاد، من مثل گاو دارم میرم، معذرت ها ببخشینا. چون اینجا انقدر تاریک شد. یه کمپ یا ویلیجه چیه؟ امیدوارم یه ویلیج باشه. اوه خراب است؟ چقدر اینجا یک ویلیج بوده. اوکی یه کاورمان ده دختر. اوکی اینجا ما ویلیج پیدا نکردیم ولی اینو سگ لوت پیدا کردیم. چقدر لوت. حالا این لوته که خالی بود ولی در کل میگم چقدر لوت بود. ولی اوها چی شد؟ کراسپو. اوکی و الان ما کلی قدرتمند شدیم. اوکی با منی؟ با کی؟ صدای دشمن میاد. نکن دیگه. فرار کنیم. بیا فرار کنیم. اینا نبوده، از کجا اومدن؟ بله بچه میکنم به ته جزیره رسیدیم و الان نزدیک 40 دقیقه هم داره میشه. همون کراسپو رو برداشتم برام کافیه. برداشتمش بچه. یادم رفت اینونتوریم چجوری میشد باز کرد. حالا یادم رفت دیگه ولش کن. ما همین مسیر رو باید برگردیم چون ما به ته جزیره رسیدیم و چیز دیگه نمیبینیم و بقیهش آبه. خدا شکر به ته جزیره رسیدیم و ته جزیره رو دیدیم. اوکی و چه موزیک باحالی هم داره پخش میشه. اوکی قشنگه. بچه صخره سمت راست میبینید؟ دقت میکنید یه حالت سرابی طور داره بهتون دست میده؟ چه باحاله. یا من دارم اینجوری میبینم؟ میگم حالت سرابی طور داره دست میده فکر کنم. خب اینو ورداریم چون الان سردمون میشه. گیر میده سرده شد. لاما چه اتفاقی؟ همونجا داشتم راه میرفتم بغلم اسپان شد. لاما تو صخره است؟ لامای کجای داشت بکن داری میبری ما رو خفت کنی. این لاما بگه این کنی صدای گرگ اومد. دیدمه. آخه کوچولو با چشه کوچولو.
شمشیر و همبرگر و اوکی. من اینو بعدم جای شمشیر بده. اینو داشت اینو بده. الان دادی. اینونتوری من یادم نیست چجوری میشد باز کرد. یادم رفت. بده دیگه. اینونتوری فول. خب یه لحظه بده. اینونتوری چجوری میشد باز کرد؟ من یادم رفت. اینونتوری اینجوری میشد باز کرد. اوکی. شیلد رو بده اول. نه وایسا این بیا بالا. بیا تو همبرگر رو بخوریم. همبرگر چند تا میده؟ بخور. یه فود کامل ها. همبرگر از خود آدم بزرگ. چقدر پر کرد. همبرگر از خود آدم بزرگتره. منطقی. خب من ببینم اینو من میتونم بندازم یه جوری. چجوری میشه انداختش؟ یه دنس بریم. عشق من به شما بچه ها. آخه عشقمو نگاه کن. عشقمی. خب بقیهش دکمه چیه؟ کراسبو، فلفل اینا. پیکک زیاد دارم. چجوری میشه انداختش؟ نمیدونم. نه نمیشه جای دراب. خب دراب نداره و ما باید از اینا خداحافظی کنیم. اوکی معذرت نمیشه کارش کرد. من درابشو نمیدونم چه جوریه. صدای گرگ میاد ولی خودش وجود نداره. خب دیدیمش. اینا کف دارن احساس. جونم بیشتر شد بچه‌ها. چی جالب. همبرگر پس باید نگه داشت. به درد بخوره همبرگر. اوکی. حالا اینم دم موس ما گیر داده. میول کنم نیست. شبیه کفدار داداشمون بیشتر تا گرگ. رو اینا بریم چیزیمون میشه. اوکی. فکر کنم الان پلاسیده میشم. یه لحظه استرس تومون جمع شد. ما باید برگردیم الان سند خونه چون چیز دیگه. بابا ول کنی. 2 تا همین یه دونش هم اضافیه. چرا 2 تا؟ آقا ما همونو برمیگردیم خونمون و راحت میشیم. دردسر نمیکشیم. بیا دختره بیا. لعنتی پرت نکن دیگه. داریم میریم دیگه. چقدر گشنم میشه سری. بخور. حالا من الان دارم مسیر ویلیجه یا کمپه. بذار الان میریم میفهمیم. فکر کنم کمپه. ای بابا کمپه شانس. یه لحظه خوشحال شدم گفتم ویلیجه. حالا بچه من مسیر برگشت رو گم کردم. بذار ببینم کجا باید برم. خونم کجاست؟ خونه من کدوم قبرستونیه؟ خب من بعد الان برم سمت اینوری. دارم درست میدم؟ خب من بعد اینوری برم. اونجا یه غار میبینم. اونور اینور. اینجا غاره یا خونه است. چه جای خوبی هم هست برای خونه ساختن و کمپ ویلیج ساختن. خیلی جای خوبیه. صاف راحت و نرم و چیز. چقدر میوه اطرافشه. چقدر ماب اطرافشه. همونجوری که دیدن درسته. اینجا یه خونه است ولی خب گرگ هم همراهش هست و ما اصلا برام مهم نیست و ادامه مسیرمون رو میریم. و الان فکر کنم این چیه؟ ریز عنکبوت. آقا کوچولو چی میگی تو آقا؟ یه وجب قد. حالا اون گرگه یه چی؟ تو چی میگی آخه؟ ما بچه باید یه جوری بریم اون وقت. خب مسیرمون رو پیدا کردیم. نه یه دیگه ولمون کن دیگه. از آب نمیرم به خاطر اینکه ممکنه بمیرم. به خاطر همین پس از آب نمیریم.
از همین خشکی ها هستیم زیاد و بریم ببینیم حالا به چی میرسیم. الان فکر کنم مسیرمون دقیقا داره درست میره. اگر من همینو اینوری برم حله، درسته؟ آره همینوری باید بریم. مهارت قرینه یا خیلی مشتقو داریم میریم ببینیم به چی میرسیم. سلام هنوز دادا. من هنوز زندم. اینجا ببینیم چیزی پیدا میشه. ارو پیدا شد دوباره. بقیهش به درد بخور نیست. برو اون وقت خانمی. اینجا ببینیم چی پیدا میشه. بازم ارو داریم. خیلی عالی. بچه با کلاب چی میشه درست کرد؟ وای الان میگی وای داره بهمون میپرسه خودش نمیدونه این همه بازی کردم. میدونم ولی الان یادم رفت کلاب با کلاب چی میشه درست کرد. بگید حتما. الان میگید وای نمیدونه خودش بخواد اما کامنت بگیره. خب برو تو یوتیوب سرچ کن. میدونم اینا رو. حالا یه لحظه بگو چیزی میشه. آقا ما یه ویلیج میخواییم ببینیم. بعده اینقدر مشکل هایی انا همش کمپ میبینی این اوستنگ. حالا نمیشه عضوتون شیم الان بعد ما رو بچخ بدی. آیا حالا که چه نه من درست میرم همینجوری. بعد اینوری برم. میگن این قاره رو من یه لحظه دیدم شک کردم. بریم ببینیم اون آدمایی که سنگ به دست بودن رو میشه زد با پیککس در حال مرگ یا نه. بریم ببینیم چی میشه. این چی عنکبوت باز؟ نه از این چیزاست. ازش دور شیم. آها این دقیقا اونجا همون چیز است. همون اصلا چی بود؟ یادم رفت اسمشو. همون حالا گفتی از برجکه. اینا هم اما عضو میشن. اینا حمله میکنن به اون. خب برو اونو بزن. اون گرگه رو بزن. خب بیا دختر بیا چه با استقامت هم ادامه میده کارشو. منم میخوام برم ببینم اون آدمایی که توی چیز بودن رو با چی میشه زد. با اون کلنگ میشه. ویلیجمون خونه خوبه. خونه شادی میاره. خونه خوبی. خونی غم نداری. بریم سراغ خونمون. در میای دختر. بابا ولشون کن. حضرت نکن خودتو. صدای چیه؟ میگه بریم اینجا من بهت این پیککس هم بدم و به پایان بازی برسیم. اینم ویلیج. ببینم تو آدمی؟ خب چی فقط میخواد بمونه. اوکی من به تو اینو گیفت بدم. تیک دیس. چی میگی به خود؟ خب بچه ها به پایان قسمت اون رسیدیم و من کمرم واقعا درد گرفت. الان نزدیک 1 ساعتی که من دارم بازی میکنم و شما فقط فکر کنم 30 دقیقه‌شو ببینید و واقعا کمرم من درد گرفت. لایک و سابو بزن. واقعا من دارم جر میخورم اینجا و امیدوارم لذت برده باشین. من عشقمو دوباره به شما بهشون بدم. اینم مثل فضولا آمد. اون یکی هم مثل فضولا آمد و خیلی خوشحال شدم که تا الان با هم بازی کردیم. امیدوارم این چیزایی من یاد گرفته باشین و تو کامنت ها بهم چیزایی یاد بدید و تا برنامه دیگه یه شو دیگه نفهمیدم خودم چی گفتم. کی پلی